معلمتم، چرا من آوردی اینجا؟ آشپزی. برای چی؟ من که آشپز نیستم، ولی خب یه سری استعدادات دارم تو آشپزی. هم میبینی؟ خب ادامهش اینجا. خب مسائل خوبیه برای آشپزی، ولی خب چه خوب؟ میخوای با من مقابله کنی؟ بله. غلط میکنی با مقابله؟ در چند تا چیز. چند چیز؟ بریم که نشونتون بدم. در ادیتور خواهش میکنم که یه لیست بذارد کنار صفحه و نشون بده که دارم چی میگم. چشم. گوردون رمزی به من از من درخواست کرده بود که خودم کیاشما از من درخواست کرده بود که اینو بده. درخواست کرده بود که بگم بهش یاد بدم همبرگر درست کنم. بعد نونش هم گفت که من بلد نیستم درست کنم. آمدم یک چکی میدونم که تو روله دماغت خون در بیا. خب بعد من نمیدونم این نونه دیگه بچه‌ها، این نونه. بعد این هم خمیر شبیه چیز شد. این دوتا نونو ما کنار میذاریم، این کم بعد صافکاریش کنیم. این کاری که از ساتیسفاینگ ترین کارهایی که من میتونم انجام بدم. جدی میفرمایی؟ خب این نونش یکم گنده شد، بس مشکلی نیست، اینجوریش میکنیم. حالا ما میریم سراغ گوشت و قرمز میذاریم. این گوشت قرمزیه که هست. گوشت اصلا پخته شده نیست. ما در امریکنا زندگی میکنیم و با کلاسو هستیم. چی همین چیزش آشغال خوره؟ شاید چی بود؟ ژاپن چین بود. چینی ها آشغال میخواد. یه خب بیشتر کنم من البته معلم بیشتر میداره. البته آقای شرکا بچه این که داره فیلم میگیره ازم. خب اینجا رو باید دایره شکلی ساتیسفاین این نمیدونم چی بگم، انگلیسی در هم. خب بچه گوشمون نازک شد، فکر کنید این کالباسه. اول خواهرم باید گوشت رو چیز کردم، باید کاهو میوردم زیرش، کاهو میذارم، پنیر میخوام پر پنیر باشه این چیزمون. پس زرد رو میاریم و خیلی دقیق دایره‌ایش میکنیم و ما زرد رو نمیخوام دایره‌ای درست کنیم مثل همه چیزهایی که دایره درست کردیم. میخوایم زرد رو به مثلثی شکل درست بکنیم. اینا پشت مثلث؟ نه مستطیل. امتحان ریاضی تو صفر بهت میدن. هم معلومه همشو تقلب کردی. گفتم تو میشینی فقط پی اس بازی میکنی. شاید بچه‌ها ویدیوی قبلی ندیده باشن، فقط بری ببینی. باید برو نگاه، لینکش همین بالا میاد. لینک ما بلد نیستیم لینک بیاریم که. آره. خب ببین مربعش میکنیم. نه مربع خیلی کوچیک میشه اگه بخوام در زاویه کوسینوس 5 سینوس 4 تقسیم بر 2 زاویه 1 میتونید در نظر بگیرید که خیلی زیاد میشه. پس بهتره زیاد حرف نزنی بچه. تایم نگرفتیم. بازی با تایمه. بعد ببینیم رکورد کی میزنه. خب ببینیم که چند تا لیست داره که ادیتور براتون گذاشته بود مثل این قبلی که گفتم. حالا یه پنیر زیر میذاریم. من راهنمایی نمیکنم، بچه‌ها خودشون تو کامنت میگن چه اشتباه کردن. یه پنیر زیر خودش هم داره اندوز. آخه هیچ کامنت نمیذاره، نمیدونم برای چی. بچه‌ها کامنت بذارین. کامنت بذارین ها. بچه‌ها کامنت نذارین آقا شریک میاد بالا سرتون جامپ اسکرت میکنه. اگه ویدیو قبلی ندیدین برید نگاه کنید چجوری جامپ اسکرت میکنه. شارژ گوشیم چقدره؟ خیلی زیاده. دوربینمون شارژش تمام شد، یعنی گوشی، و مجبور شدیم که با یک دوربین دیگه بگیریم و کیفیت برای تغییر کرد. تعجب نکنید چون بهتون گفتم. خب اینجا رو باید دایره‌ای شکل کنیم. این یکم سفته. اینجا چرا اینجوریه؟ ببینید بچه‌ها صافکاری خیلی مهمه. اینجا رو باید صاف بکنید. آقای شریک نمیتونه رکورد ما رو بزنه، هر کاری کنه نمیتونه و پشت صحنه داره میخنده. ما که نمیتونه معلم اون کشوندم آوردم اینجا.
میخوام اذیتش کنم. امتحان ریاضی رو کردم. این شبیه اینه. باید پهترش بکنیم. نیم. پس اینجاش هم میبریم. سیت دو علاقه. چرت و پرت میگه پشت صحنه آقای شرک. خب الان ما گوشتمون رو میذاریم روی پنیری که ساندویچی که پر پنیر قرار باشه. پنیر رو هم دوباره میذاریم روی اینجا که وقتی که همبرگر رو خوردی از قند زیاد بمیرید که خوشمزه میشه دیگه. ولی خب نگفتید که بخوام خوشمزه، گفتید باید خوشمزه شه، نگفتید نمیرم. خب اینها رو در پشت صحنه قرار میدیم، میذاریم اونجا برای آقای شرک. کاهو حتما باید کاهو بخورید بچه‌ها. کاهو برای سلامتتون خیلی خوبه. و کاهو رو من میخوام مثل اینا مربعی شکل انجام بدم، ولی میخوام کلم بروکلی باشه. نه کلم بروکلی هیچ کس توی هندر نمیده. بذار گردون نمیذارم. دوباره مثل اون ترفند نونمون این وسط نصفش میکنیم، نصف دیگه‌شو میذاریم برای آقای شرک. این نصفش هم فشار میدیم دوباره. و بعد یک کاهوی خیلی بزرگ داریم. پایینه چقدر گنده تره. این وریش میذاریم و اینجا سفیدی که هست رو اینجا یه تیکه کمشو برمیداریم، اینجوری کوچیک رندش میکنیم، ریزش میکنیم. تازه کوچیکتر از این هم میخوایم بذاریم. خب اینجا پودر نه نشد، بچه ها نایدن، دستم جلو بود. یا علی یا خدا جن تو خونه است بچه ها جن واقعا تو خونه است. تو خونه ما هم جدیدن اومده. بچه ها شاید تو خونه تنها باشن و بترسن. بله باید بترسیم. ویدیوی ما رو تا نگاه کنید. پس نباید بترسیم. میشه اصلا جن واقعی نیست. ما الکی گفتیم. اون پشت صحنه آدمی بود که این کارو کرد. بچه من این زیاد دارم شرط و پرت میگم منطقیه، چون خیلی زیاد شد بزرگ شد. این خیلی شبیه همبرگره، خیلی شباهت داره با همبرگر واقعا. نه سب ادامه داره فیلم برده. نه به درمون نمیخورم. تموم شد دیگه. نه بریم سراغ نه همبرگر آقای شرک. نونو برداشته و اینجا کرداهه ورمی داره و یک گوشت برداهه. نونو میذاره کنار، گوشتو برداهه اینجا میذاره. بچه ها پشت صحنه نباید ببینم، فقط پر خمیره. خب این یکم صاف کرداهه ولی صاف نشورده به چوخ برداهه. الان من نمیتونم اون صحنه اونجا نشون بدم چون فیلم نمیشه از اونجا گرفت. و گذاشته اینجاه، نصفش کرداهه، اینو برداشته گرد کرداهه، گذاشته اینجا کرداهه، له کرداهه. سرعت فکر کنم سعید برنده بشه به خاطر اینکه آقای شریک اسم سعیده. نمیخوای بدونن اسم من کیاشه اسم تو سعیده؟ چیکار داره میکنه؟ ادامه میده. آقای شرک داره چه کاری رو انجام میده اینجا؟ با دقت ببینیم که داره چیکار میکنه آقای شرک. اینجا مثلا داشت تو مرحله بعد اینجا استیک اونه ها. نه خیر، این گوشتش کرده که مثلا پختاهه برداهه، اون پشت صحنه نونو برداهه اینجا گذاشتاهه، گوشتو کرداهه اینجا. بعدش پنیر. فکر کنم داخل کیفیت پنیر من خوشمزه تر بودم. پنیر زیاد گذاشتم. اینو برداهه میذاره اینجا، اینو گذاشته اینجا. لیموه
شبیه لیمو. چه صدایی داد؟ بچه ما پشت صحنه فکر کردیم واقعا انگار یه چیزی داخل خونمونه. واقعا انگار یه جنی داخل خونمونه. اینو برداشته है کاتش کرده है. کاتش کرده. میشه یکم کرداهی حرف نزنی؟ دوست درده है. بلد نیستی. برده है. اینو برده है. اینو وزشته है. چه دست داخل تصویر چرا سفیده؟ مگه دستم چه رنگ برده है؟ صورتی. گذاشته اینجا. اینو گذاشته اینجا. حالا لا لا ره. اینکو بچه ها شما دا؟ اینکی آقای شره یا راز محرمانه ایه. ده اینو گذاشته اینجا کرده है. شاید اصلا این پنیرش اینقدر در خودش اینقدر پنیر کوچیک‌تر شده. خیلی انگار بیشتر از منه. اینو برده है. اینجا گذاشته है. حالا برده है. کاهو گذاشته है. کاهو رو برمیدار. سبزو برمیدار. اینو گذاشت اینجا. له کرده. میذار له تو کرد. میذاری اینجا. اینو میایم اینجا میکنی. اینجا میکنی. اینو کاهو واقعی میشه ولی کیک نمیشه. میذاری اینجا. بچه ها ما دوتا وقتی داریم کار انجام میدیم چرت و پرت میگیم. اینو گذاشت اینجا. گوجه برده है. گوجه رو برده है. تو سرعت سعید برنده شد ولی تو قشنگی به نظر من خودم برنده میشم. اینو رای میدی. میذاری اینجا. کاتش کرده है. میذاری اینجا. بچه داخل حتما داخل این کامنت ها بگید. اگر هم نگفتید ما رای گیری میکنیم. کاچ له کرده है گوجه دوباره له کرده. من بعدش جا له میکنی. منو مسخره کرده है. اینو میذاریم اینجا. بچه ها خسته شده گفتی کرده है. اینو میذار اینجا به عنوان گوشه میذاری اینجا. گوشه سعیدی کور انگار اصلا داره اثر درست میکنه. بعدش داره خراب میشه. گوشه اینو گذاشته و همبرگر دیر شده है. کیشو بخته है. خب بچه حالا قرار پیتزا درست کنیم. درست کن. همه رنگایی که اینجا میبینید برای پیتزا و استیک و لیستی که شما دیدید هست. ماهی باتاکو. الان ما میخوایم پیتزا درست کنیم و اولین نفر منم. این نونمونه. خب که ما نون پیتزا زرد نیست. چرا؟ خب این زرد این نارنجیه. نه زرد نیست. راست میگی شاید. خود الان گفتی راهنمایی نمیکنم. ولی نون پیتزا تا باید دقت کنیم بهش. هیچ که نگاه نکرد تا حالا. من نگاه کردم. چون گوشتت بوده. تو گوشتت نبوده هیچ وقت. بله تو چاقالی. چاقال کلسترولش رفت بالا. چاقال کلسترولش رفت بالا. چاقال ماشا گرداری بهترین چیزیه که برای شکم کیاشه میشه در اندازه. بچه‌ها خیلی مسخره میکنم. خب با این آخه من قدم بلنده فکر کنم. نه نگفتم جایی. چاقال کوتاله. قدم بلنده. بعد کلا الان نسبت به سعید تا گردنم سعید. در حالی که من 2 سال ازش بزرگترم. بله. سنمون رو نمیگیم به خاطر نمیدونم چی. من دستم رنگی شده. اومدم داخل ویدیوی قبلی که دیدید ور رفتم با چیز. حالا ما فکر کردی سعید آقای شرایی فکر کردی اینجا تمام شه. میخوایم دورگیری کنیم اینجا رو. اینجا اول ما چیکار میکنیم؟ اول ما اینو به مستطیل شکل در میاریم و بعد گوشه هاشو میبریم میشه دایره. رسیدم. واقعا من که معلم ریاضی هم نمیدونم اینو چجوری بگم. خیلی کار سختیه بچه. خیلی کار سختیه. خب ما اینجا الان گوشه های اینو میبریم. 3 تا گوشه و درد و نفری هماش گوشته. این بازم گوشه داره. خب الان دایره شکل شده تقریبا. هماش گوشته.
اینجوری اینجاش هم میبریم. خب فشارش میدیم تا الان این دایره شده، قطعش نکنید. خب بچه ها یه لحظه کات شد. الان ما اینو به دایره شکل در آوردیم. جدی میفرمایید؟ بله، فقط یکم اینجاهاش اینجوری میشه به خاطر اینکه اسکی هایی که از سعید کردیم هیچ اسکی نتونستم بکنم چون نفهمیدم مثلا اون همبر بود این پیتزا. چون که شاگرد من تو رو میشناسم، برای همین من تو رو گذاشتم اول، چون که میدونم تو از من اسکی میری. این همون موقع که اومدی کتاب دفترمو دیدی امتحانو گرفتی، اسمت با اسم برگ جابجا کردی دادی به من، بعدش 20 گرفتی، الکی 20 گرفتی. ویدیو رو دیدی؟ آقا 20 نگرفتم، 10 تا نمره منفی بهم دادید آقا. نه برای اون روز نه. برای اون روزی که بچه‌ها نبودن؟ نه اون روزی که تو پارت 2 بود. آها پارت 2. خب بچه‌ها ما اینجوری کردیم تا الان و بازم می‌خوایم اینجوری کنیم و زمان خیلی طول می‌کشه، پس ما سریع این کار کنیم. بعدش گوجه رو بیاریم. شاهور شدی؟ گوجه؟ بعدش گوجه بیاریم. ما می‌خوایم پیتزا خارجی درست کنیم. ما پیتزامون رو با ترفندهای خودمون رو چیز درست کنیم. اینجا رو یه کار دایره‌ای می‌کنیم می‌ذاریم تو لیست. به نظر من گوجه نذاریم پیتزا کارش در نمیاد. باید پس با گوجه حتما تیزیش خورد به دستم. دایره خیلی بی‌نقصیه. تو گوجه به این گندگی می‌خوایم بچه جان. اینجا ناکو اصلا خط زده، خدا برای من خط نوشتی که اصلا با این ببر. میه بلم رونو نغمه ساز کارونو هم صدای اما جام عاشقانه میخونم پرده دلم سازم گم دلم تنبک. اینجا صفره. هرچ مخاب بشه برا من دیگه آخرشه. پس ما باید این گوجه رو هم یکم نازک کنیم چون گوجه در پیتزا خیلی نازک هست. ناموسن؟ ما این خیلی بزرگتر از اینه چون پس باید این رو کوچیک بکنیم. کوچیک نه دیگه اینقدر خوبه. کوچیک مثل روشی که دفعه قبل رفتیم. اول مستطیلیش میکنیم و بعد از اینکه مستطیلی شد اینجا رو چه میکنیم. خب و بعد اینجوری اگه حسینوش شده هست که آقای شریف بهمون یاد داد و ضرب در 2 کنیم واسه قانون انیشتین میتونیم حرکت رو انجام بدیم. 4 ضرب در 2 مساوی 10. آفرین بچه خوب درس خون شدی یا آفرین. اینجا رو ما اینجوری میکنیم. به نظر من گوجه برای این کافیه. پس گوجه رو روی این نه اولش پیتزا رو دیدی که یه شکل خاصی داره، انگار نونش رفته اینجوری شده. ما به جزئیات توجه میکنیم. پس گوشایی که میخوری اینجوری من راهنمایی نمیکنه. یه روش دیگه هم داشت بچه جون. میگه راهنمایی نمیکنم، میگه یه روش دیگه هم داشت. دقیق کرده بودی؟ خب راهنمایی نمیکنم بهت که چه روش بعدیش چیه. این روشی که میتونستی انجام بدی خیلی خوشگل‌تر بشه. من بچگی کلا توی ربات سازی و نمیدونم تکواندو و خمیر بازی کلا استعداد خاصی داشتم. حتما. جدی میفرمایید؟ ادیتور لطفا همین جدی میفرمایید. ببینیم اول ما رو بالا میاریم اینجوری میکنیم. اصلا نکن
شکل پیتزا رو گرفت. مثلا میگی پیتزا، بیا پیتزا. مثلا نکن پیتزا به این میگن. باد کولره این جنه. خب الان نمیشه. گندش جا نمیشه. از چیکار میکنیم؟ کوچیکش میکنیم. تایمت داره میره به چیه؟ ما گوشت لازم داریم. گوشت اینه که قرار بود نون باشه. البته گوشت این. خب اینو بذاریم کنار. این شبیه هندونه نشد یکم؟ هیچی شبیه هندونه نشد. مثلا خواهی هندونه بخوری؟ بعد دون اگه سفید بخوام هندونه هم میتونیم درست کنیم. برای پارت بعد. برای پارت بعد. چی میخواستم بگم؟ گوشت رو این گوجه است بچه ها دقت بفرمایید. این گوجه است، این گوشته. درسته در همبرگر این گوجه این نون بود، اون گوجه بود، ولی الان این گوشته، این گوجه. نمیدونم چی میگم، ولش کن. خب گوشت من یه ایده ای ندارم که بخوام چجوری بذارم غیر از این ایده که خیلی کلفتر میاد. باید نازکش کنیم اینجوری. الان یکم بیشتر کنیم. خوب شد. ولی الان اینا رو در پشت صحنه قرار میدهیم و این رو فشار بده. آها این شد یک گوشت. لقب فقط این پاسته. لقب خودم لقب فقط این پاسته. ایمانگاس نیست البته. این پاسته میدونستی؟ ندارم ولی خوب میخوای بزنی؟ نخیر فعلا نمیزنم تا وقتی که به سن نقطه چین رسیدیم. I like the moving. I like the moving. سن نقطه چین که ادیتور نمیتونه سانسورش کنه نمیگیم. تو اصلا خود ادیت کن. ادیتور به خوبی من پیدا نمیشه تو دنیا. دنجر راکت همینجا من ادیت میذارم برات محشر. دنجر راکت داره نگات میکنه میگه ادیتور آریا جوکسره. ای نمیدونید بچه. خب ببین من خیلی کیفیت دارم مهمه. قشنگ ناخو این رفته توی این. پس ما سریع باید کارامون انجام بدیم. هیچ اصلا عجله نباید داشته. نمیدونیم باید سریع انجام بدیم. آروم. ما الان لایه سفیدی که در همبرگر خراب شد رو میخوایم. چه حالی داد. برای چی استفاده کن؟ برای قارچ؟ آره. ای شیطان. قارچ رو حتی شبیه خود قارچ میخوام در بیارم. اینجاش باید بالاش دایره‌ای باشه، پایینش صاف. اینو میگم قارچ. خیلی باید ریز و دقیق و کوچیک باشه. خیلی آب دهنت رو گوش نشه. شد آقای فیلم بردار. اینقدر خوشمزه است این قارچ ها. فکر کنم 2 تا قارچ کل پیتزا رو بگیره. پس چون پیتزامون انقدر قارچمون هم مجبوریم که انقدری بذاریم. پشت صحنه رو نشون نده. خب این یکم قارچ گنده ای شد. چقدر گنده شد. خیلی قارچ گنده ای شد. یعنی سرجرم تایمت شد چند؟ 1 ربع. آفرین. سرجرم تایم تو 10 دقیقه است. خیلی پیتزا سخته. اگر که بخوای قشنگ درستش کنی که تو جدی من برای این بعد فقط فست چیز بزنم. آره که یوتیوب اجازه بده. شاید هم پارتی شد. چی پارتی شد؟ این ویدیوش 1 ربع بیشتر میشه. نه 1 ربع میتونم بالای 1 ربع چیز کنم. والا چند دقیقه نمیتونی؟
هر دقیقه میتونم، هر چند دقیقه که تو بگی میتونم، ولی فست هم بزن که بچه ها خسته نشن. خب باید خیلی آروم و دقیق. این پیتزای ماهه، پیتزای ماهه ها. اینجوری باید تموم شد. ببینیم چی دیگه کم داره. هیچ چی دیگه کم نداره، فقط قاچ نزنی قاطی میشن. پیتزامونو، پیتزاش کم داره. آروم قاچ بزنه. هاو به این میگن پیتزا، به این میگن پیتزا. فقط یکم قاچ. آقای شرک یک موسی اول از همه خمیر رو برداشته گذاشته اینجا هاشته له کرده. یکم سفته اینجاش، یکم اینجاش زور میخواد. این بخش زور میخواد بچه ها، این بخش زور میخواد. این بخش خیلی زور. ای تو الان خود چی شد؟ تمیز شد. تتمیز. موسی اینو انجام میدهی، چاقو رو بر میداری، این طوری میکنی تا صاف بشه. نظر توی مستر چه کنم اینو گذاشته، اینو برداشته فرو کرده. بلش الان فرو کرده جای اسکی لبه. این که گفتی یه روش دیگه هم هست اینه. خب ببین زیادم روشه. میزو باش بلند کردی. اینقدر که صف بوده ما. خب بچه ها اینجا دقت کنید به مش داری رو لجت میزنی، چرا داری باشم بدت میزنی. خب الان سوس داخلش ریخته شد ولی معلوم نیست. باز هم اسکی میکنه از من. سوس نباید برزی، اصلا سوس نداریم. خب ما برمیداریم سیمونو برمیداریمش. این آقای شرکه. سیمونو برمیداریم میذاریم سوسیس کلشو قاچ میکنیم. او اینطور کرده. سیمونو برش دادیم. سوسیس شد. اینجا گذاشته. تو چیز کردی؟ اینجوری کردی؟ الان تموم شد پیتزا؟ نه آخرش نیست. سرمون موسی پنیرش بچه؟ پنیر روشه. واسه الان میریزیم روش. پنیر از کجا؟ پنیر سفید است؟ نه. نظری چی بود؟ با نون چیز میکردیم و پنیر رو زرده میذاشتیم. خب پنیر رو برمیداشتیم. این پنیر خب تو گفتی پنیر سفیده نیست. پنیر نیست. چیه؟ بولیت کردم بدبخت. قارچو برداشته. باشه تو فورتنایت انتقامو میگیرم. هایی چه ادامه من فورتنایت ندارم امو. فورتنایت هم پاک کردم. بعد کارت حافظه بگیرم برای ایسک باسک. نصب میکنی جلت میدم. واکتوراشو میخواد بذاره. حواستون باشه کی بیای نگاش کن. واکتوراشو میذاره. چی میذاری؟ واکتور چیه؟ خاک تو سر یوتیوبری. چی؟ قارچاشو وزاره. چی میگی؟ چی گفتی الان؟ واکتور به بعد دیگه یه چیزی رو شروع میکنیم گذاشتم بهش میگم واکتور. یه گیم پلی یه چیزی میذاریم که باز میشه واکتور. گیم پلی میشه ولی خب باشه. واکتور یعنی شروع کردن یه گیم پلی. خب پیتزا آماده شده. چقدر سریع. این خارج باید باشه. خب بریم سمت قسمت تاکو. سراغ تاکو برای نونش ما میخوایم از این نون استفاده بکنیم، جوری که پشت صحنه که شما نبودید من نمیدونستم تاکو چیه و آقای شرک من نشون داد که تاکو چی است. همین الان 2 امتیاز نصیب من میشه. حتما من 2 امتیاز برای تو ثبت میکنم. خب بچه ها ما تاکو رو خیلی چیز شد، خیلی کلوفت نمیخوام باشه. باید تاکو همیشه بعد از اینکه تاکو رو درست کردیم
این رو اینجوری سوسیسی میکنیم. برای چی شاید بگی؟ اینجوری سوسیسی میکنیم و خب تو سرد کنم دانش آموز و میذاریمش اینجا. توی تاکوس نداریم و اینو تا اینجا میبردیم. ما توی تاکوس سوسیس نداریم احمد. سوسیس نداریم ولی توی گوش شخ کرده رو. این سوسیس نیست. چیه؟ گوشته. میکنیم. این یه تاکوی عادیه ولی خب ما اینو نمیخوایم که. درست شد دیگه تمام. نه اینو ما اینجوری لول میکنیم و بعد اینو صاف میکنیم. اینجوری چاقو اینجوری میکنیم. بچه ها اگه بلد نیست صاف کنید بلد نیست چاقو اصلا نمیخوام. خب اینجا اینو اینجوری، اینو اینجوری، اینو اینجوری و این وسطش هم اینجوری میکنیم. این یه قوسه خاصی داره که ما با کمک چاقو قوسه رو صاف میکنیم. کمر شکسته بنده خدا. این کمرش در هر سال شکسته. خب بچه ها ما به این رو اینجوری هر کدوم میشه 4 تا. الان اینجا میذاریم همه سیب زمینی ها رو. اگه هر کدوم بشه 4 تا یعنی سر جمع ما 75 تا سیب زمینی داریم. آفرین بنازم به خودم رفتی یا دانش آموز پرتلاش. خب بچه ها به نظر من اینقدر سیب زمینی کافیه. صبر کنید. نه باید روش هم سیب زمینی بیاد. ما پر سیب زمینی میکنیم تا کمونو. اینجا سیب زمینی های بزرگ و درشت و خوشمزه رو داریم که اینجوری قرار میگیرن روی تاکای عزیزمون که واقعا محشر میشه این تاکو با این سیب زمینی ها. واقعا عالی میشه. اینو هم اینجوری استفاده میکنیم از اش استفاده میکنیم. خب اینجا ما اینا رو هم چون میخندی؟ ها گذارم؟ هیچ تاکوی این شکلی نیست. آخه تاکوی من اینجوری باید بزن. آقا واقعا قشنگ شد ولی هیچ تاکوی این شکلی نیست. برای همین تو 0 میده. نه من هنوز برام مونده. تاکوی ما قراره کش بیاد. تموم شده عمو. نه تمومه. آقا من دارم غذا درست میکنم میگم تمام نشده. خب تایم همه من تایمر من بردم. تایمر تو بردی. بچه‌ها بخوام چیز بگن. بچه‌ها یه قشنگ‌تر بگم من 2 امتیاز میگیرم. خب ما برای تاکو داخلش سیب آبی میریزیم. نه چی بود اسمش نمیدونم. این هم گوشتیه که روی تاکومون قراره بیاد. چه میخندی؟ نه بخندی. خیلی قشنگ دارم من حرف میزنم. وقت من بشه نمیتونی هیچی. بچه شما داخل خونه بگی که من اصلا چیز داریم تاکو سیب زمینی داریم یا نداریم. اینجا یه خط از اینجا مثل خیاطی. خب یه خط از اینجا یه خط هم از اینجا اینجوری میذاریم و اینجا میبریم اینا رو و وقتی که بریدیم اینو اینجوری میکنیم و اینو قشنگ اینجا رو باز میکنیم. اینو داخلش جا میدیم. تاکوی ما آماده است. واقعا تاکوی خوب شد. عالیه تاکومون. یکی از بهترین تاکوهایی که گوردون رمزی هم نمیشه درست کنه. منم نیستی. ببخشینو. Make what? They want to make taco. Let's see. Okay, this is our bread. چون میگه این نون منه که میخوام باش تاکو درست کنم. زیر نویسم میذاره البته.
Okay. Wait a second. Okay. We get our knife. This is Mr. Shrek. Okay. This is our bread. They going and buy some meat This is meat, guys. and cut it. This part is for English. This part they speak English. Okay. Okay, this is our meat. See. Okay, I'll buy some vegetables. Vegetables in taco. Yeah, they are vegetables in taco. Okay. And I'll throw it in my taco. Okay. Throw. Wait a second, guys. My taco better I than you. This is not really. Very good. It's very, very delicious. Very See you bad. next time. Bye.